کرد آمد صداش به الوداع بلند است. همه جمع شده گریان و نالان. یکی یک سوال داره سخت است دیگه واقعا، چون همه رفته بر نگشته. لذا یک دختری میاد بابا جان تو که میروی میدانم بر نمیگردی، ما رو به کی میسپاری؟ یکی میگه برادر جان حسین تو که بر نگردی ما چی کنیم بین این همه دشمن؟ همه را توصیه و صبر کرد. نور دیدگانم همه شما را به خواهرم زینب سپردم، به خواهرم زینب به خدا سپردم. حرکت کرد. عجب همینطوری که آهسته آهسته به سوی میدان می آمد، زینب سلام الله علیها یک چیز یادش آمد. برادر چون حسین استاد شد تا من وصیت مادرم زهرا را عملی کنم. مظلوم حسینم روی آخ عشقی یتیمم یک طرف، زنهای نالم یک طرف، جسمی شهیدم یک طرف. مظلوم حسینم روی مظلوم حسینم زینب آمد. برادر جان حسین من وصیت مادرم را میخواهم عملی کنم، تو بهای زره حواس کن. مگر تو بهای زره حواس کرد خم شد لبها را گذاشت به زیر گلوی برادرش حسین. برادر جان حسین تو را به کی میسپاری؟ گفت خواهرم زینب تو را به خدا سپردم، اهل بیتم را به تو سپردم، موش کنی که صبر را از دست ندهی. قهرمان صبر کربلا زینب هیچ جا صبرش را از دست نداد جز یک موقع. او کجا بود؟ زمانی که آقا ابوعبدالله آمد میدان، همه را خداحافظی کرد. وقتی که آمد وارد میدان شد جنگ نمایانی کرد. خب یک نفر 4000 نفر تیرانداز، نیزه‌دار با نیزه میزند، شمشیردار با شمشیر میزند، همه دارد قرآنی که سلاح هم ندارد دیگه با سنگ و چوب پرتاب میکنه به سوی آقا ابوعبدالله علیه السلام تا اینی که از روی ذوالجناح به روی زمین قرار میگیره. همینجا دیگه میگه زینب صبرش رو از دست داد، از خیمگاه حرکت کرد. با چی وضعیت؟ در عرب رسم بود. میگه یک امر مهمی که اتفاق میافتاد، زنان بیرون میشدن دست از سر میگرفتن. راوی میگه دیدیم یک خانم بلند بالایی از خیمگاه بیرون شد، دست از سر گرفته، صدایش به ناله وا محمدا وا علیا بلند. سبحان الله چی باشد؟ شناختیم این زینب خواهر حسینه. زینب خود میرساند فتوگاه. کدام زمان؟ اون زمانی که آقا ابوعبدالله علیه السلام زیر ضربات نیزه و شمشیر شمر اطرافش را دوره کرده لشکر. میگه آمد مقابل لشکر استاد میشود، رو میکند به سمت عمر سعد. آی عمر سعد تو استاد یا مگر نمیبینی مردم حسین زیر ضربات نیزه و شمشیر داره؟ عمر سعد با اون قساوتی قلبی که داره میگه چشمان شلقتت به صورت برگردان. اما اینجا برادران عزیز یک خطاب میکنه زینب و برادرش حسین. شاید این جمله رو گفته باشه برادر جون حسین اگر امروز علمدار میداشتیم، ابوالفضل زنده بودیم، آیا شور جرأت میتوانست بیاید روی سینه‌ات بنشیند؟ اشاره میکند به سمت خواهرش زینب. خواهر جان زینب
خیمگاه جان تو جان یتیمانم مگه زینب عم امامت زینب برگشت این جمله ختم من باشد مگه اینطور که بیامد بین زمین بین خیمگاه و قتلگاه یک خطاب به زمین کربلا میکند قلب آدم آتش میزند آخ ای زمین این کربلا ای دشتی خون آخ ای زمین این سرخی از خون نالگون کربلا این شرفی مهمون داری است آخ از گلوی مهمون خون جاری است آخ از گلوی مهمون خون جاری است از گلوی لیهمان خون جاری است سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون